بخش هفتم، هنر و فن شعر و نویسندگی. جامعیت فکری میرزا آقاخان رشته گفرارش را به قلمرو هنر کشیده است. سخنوری حرفه خودش هست. راجع به فنون دیگر مانند موسیقی و نقاشی و پیکرتراشی و حتی رقص کم یا بیش سخن میگوید. تفکر فلسفی او بر سرتاسر این مباحث سایه افکنده، مجموع صنایع هنری را از نظر زیباشناسی میسنجد و توجه دارد که هرچند مظاهر هنری گوناگونند، در معنی حقیقت واحد دارند. همه آن فنون را به نقطه واحد میرساند و کثرت را در وحدت جستجو مینماید. در فلسفه جدید ادبیات از پیشروان نهله رئالیسم است. برجسته ترین نمایندگان طغیان علیه سنت ادبی ایران و هاتف نوجویی و تحول ادبی، تواناترین نویسندگان اجتماعی قرن گذشته است و یگانه شاعر انقلابی پیش از دوران مشروطیت. به فرهنگ عامیانه هم توجه خاص دارد. به همین جهات مختلف است که مقامش را در تاریخ تجدد ادبی ایران والا و ممتاز می‌دانیم. نخست زبده گفتارش را درباره فنون مختلف هنری به دست می‌دهیم. سپس می‌پردازیم به مقام او در نویسندگی و شاعری. مظاهر زیبایی مختلفند و همچنین در ارزش معنوی مراتب مختلف دارند. روی هم رفته 5 صناعت شناخته گردیده است: شعر، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی و رقص. اساس زیبایی در همه صنایع هنری دو چیز است: یکی در نسبت تألیفیه موادی که در هر کدام به کار برده می شود و دیگر در معنی که از هر هنری افاده می گردد. ماده شعر الفاظ و لغات، ماده موسیقی آهنگها، ماده نقاشی رنگها، ماده پیکرتراشی چوب یا سنگ و ماده رقص حرکات و اطوار است. اما باید دانسته شود که قدر و ارزش هر اثر هنری چنان که گفتیم در معنی و تناسب مواد ترکیبی آن است و آن مخلوق الهامات و لطف طبع هنرمندان است. حکماً مبدأ همه صنایع هنری را امر واحد گرفتند که افاده معانی و تفهیم مرام و مقصد باشد، گرچه طرق بنیان آن مختلف است: زبان، صوت و اشاره. وقتی انسان خواست با کلمات موزون بیان معنی کند، به شعر می‌پردازد. وقتی خواست با صوت افاده مقصود نماید، به موسیقی متوسل می‌گردد و وقتی خواست با تصویر ترسیم حقایق نماید، نقاشی را وسیله قرار می‌دهد. و باید دانست که رقص رشته‌ای است از موسیقی و هیکل‌تراشی شعبه‌ای از نقاشی، زیرا در پیکرتراشی مثل نقاشی بیان حقیقت در ماده است و در رقص مثل موسیقی بیان معنی به اشاره که یکی از تألیف حرکات به وجود می آید و دیگری از ترکیب آهنگها، و نیز توأم کردن حرکات و آهنگها می توانند مکمل هم قرار گیرند. در فن زیباشناسی تا به حال هیچ معیار قطعی و تعبیر مطلقی که بتوان معیار و مأخذ تمیز زیبایی و زشتی قرار داد نیافتند، مگر ذوق و سلیقه که به زبان فرانسوی سنس د بیوت میگویند. اما باید گفت که ذوق و سلیقه میزان ثابتی ندارد و اساس آن عادت است و عادت عاریت و اقتباس از دیگران، چنانکه مردم سودان چیزهایی را حسن میپندارند که نزد رومیان زشت و نازیباست، یا اینکه آهنگهایی را مشرقیان در گوش خود خوش مینمایند که نزد فرنگیان مانند صدای زنبور می باشد، و برعکس ترانه‌های مغربیان به گوش مردم مشرق صدای زوزه را دارند، همانطور که مرد دباغی در بازار عطر فروشان از هوش برفت. خلاصه اینکه میزان ذوقیات مکتسب است از عادات اقوام و القاءات دیگران. درباره موسیقی می نویسد: شریفترین حواس ظاهری قوه شنوایی است که عامل نطق و بیان و برزخ عالم انسان و حیوان است. چه هر کس فاقد آن باشد کسب نطق نخواهد نمود و این قوه بزرگ طبیعی را باید از جهت دیگر تغذیه نمود که موسیقی باشد و موسیقی لسان قلب است. اینکه پیشینیان موسیقی را از فنون ریاضی به شمار می آوردند از راهی درست به نظر می رسد، زیرا پاره‌ای نسبت تألیفیه در نغمه‌های موزیک لازم است، پس آن را به ریاضیات تقدیر نمودند. اما در واقع این نظر خطاست، زیرا موسیقی مانند شعر داخل در صناعات است. اساس آن از ترکیب و تألیف آهنگ‌های طبیعی به وجود آمده و نغمه را ساخته است و در آهنگ‌ها و نغمه‌ها تا پای نسبت تألیفی به میان نیاید، بحث از علم موسیقی معقول نتواند بود. همچنین باید دانسته شود که آوازها و آهنگها در صورتی دلکش و جانفزا می‌گردند که از نوت‌های بسیط و بر اساس تناسب ترکیب شده باشد تا در حلق هیجان و پیچیدگی ظاهر نشود
امروز فن موزیک پایه علمی یافته و از روی قواعد و کتاب می‌آموزند و آن از جنس غنا نیست که در مزمار و حنجره حرکات عنیفه ایجاد کند و طبع را مشمئز گرداند. موسیقی مانند رقص موقوف بر لطف طبع است و نسبت به آفاق و مردم فرق می کند و در واقع هر ناحیتی و اقلیمی اقتضای نغمه و آوازی می کند. مثلا هندوان از آهنگها و آوازهای مبسوط و در هم پیچیده لذت می برند و حالان که اروپاییان از آنها بیزارند. در آینده نزدیک در اروپا صنعت کرد ترقی زیاد خواهد کرد. ارغنون‌ها ساخته توسط تارهای تلگراف آنها را به هم مربوط کرده و آوازهای خوانندگان و آهنگهای نوازندگان را در صفحه‌های توتیایی ضبط نموده مانند فونوگراف به آن اوتار ربط می‌دهند و در هر خانه‌ای که رشته‌ای از آن تار و صفحه‌ای که از آن صفحات باشد چون خواهد دمساز سازند فضای ملکوت را پر از الحان غیبی و نغمات قدسی نمایند. و همکنون فنون هنری در فرنگستان پیشرفت شایان یافته، تئاترها و کنسرت‌های عمومی و باله‌های کبیر تشکیل می‌دهند و حالان که در دارالخلافه تهران امام جمعه از زدن طبل و دهل منع بلیغ می‌فرمایند. چند کلمه هم از صنعت رقص گفته شود. بیشتر بیان کردیم که رقص از اشارات برخاسته و انسان بدان وسیله پاره‌ای حالات و مقاصد خود را از روی توالی و انعطاف در حرکات و سرعت در سکنات از روی غنج و دلال می‌فهماند و این دو که یکی نغمه و آواز و دیگری رقص و احتراز باشد در طبایع افراد مانند سایر حالات ضروری و طبیعی مرکوز و موضوع است. از این جهت همه نفوس ناچارند از ترقص و سماع. پایه فن رقص در تناسب و تألیف حرکات است تا منشأ احتراز طبیعی گردد. نهایت اینکه هر طایفه‌ای به شیوه خاصی بیان این معنی را کنند. شبانان چوبکی می‌رقصند، ارمنیان جوراب می‌چینند و ناقوس می‌زنند، رومیان پای می‌کوبند، ترکان دست می‌افشانند، هندیان و کشمیریان از پشت سر به زمین می‌رسانند، فرنگیان سرین می‌جنبانند، بحریان معلق می‌زنند، چینیان و تاتاریان با پای بر زمین نقش می‌کشند، پارسیان انگشتک می‌زنند، زنگیان نفیر برمی‌آورند، افغانان و بلوچان گردن می‌شکنند و گاه خراسانیوار دست به هم می‌سایند و کف بر کف می‌زنند و گاه به طور کاروانیان درای و زنگ می‌نوازند. در هر حال همه آن اطوار و سکنات گوناگون به حالت واحده احتراز طبیعی برمیگردد و این است معنی توحید کثیر. اما درباره شعر و نکته‌های تازه‌ای که می‌آورد. شعر در اصل بیان حالات و افکار بود به طریق سخن موزون و پیش از اختراع خط به وجود آمد و از اینجا پیدا شد که اهل سخن خواستند گفتارشان باقی بماند و چون خط نبود راهی غیر از اینکه کلام را مقید به وزن و قافیه دارند نجستند تا بدین وسیله آسانتر سینه به سینه محفوظ باشد. مقصود مردم عوام از شعر همان وزن و قافیه است و حال آنکه وزن و قافیه عارض شعر گردیده نه اینکه داخل در ماهیت شعر باشد. در تعریف شعر به جنبه هنری و همچنین به رابطه‌اش با اجتماع توجه دارد. میگوید شعر عبارت است از مجسم ساختن حالات مخفیه و مناسبات معنویه اشیا و رنگ تناسب به آنها دادن به طوری که در نفوس تأثیرات عجیب بخشد. شاعر نه آن است که حالت اشیا و حقایق را برخلاف واقع ترسیم نماید و مبالغه‌گویی را چنان از حد بگذراند که معنی زائل گردد، ولی میتواند هر چیزی را زیاده بر آنچه از محاسن و معایب دار است نمایش بدهد و بر تصورات و تخیلات خود لباس صدق بپوشاند و مناسبات مخفیه اشیا را اظهار کند تا بتواند منشأ اثر باشد و در نفس خواننده تهیج و انبعاث پدید آید. خلاصه اینکه شاعر باید یکی از این دو کار را بکند، یا در بحر فکر غوص کرده لعالی معانی آبدار بیرون آورد و در قالب کلام شعر عرضه بدارد و به فرض که غیر منتظم هم باشد ضرر ندارد، و یا اینکه مانند مجسمه ساز که از پیکر سنگ و چوب هیکل‌های دلفریب می‌تراشد او نیز در بیان حالات از الفاظ کلام زیبا پردازد و اگر یکی از این دو هنر را دارا نباشد شاعر نخواهد بود. ضمن نامه خصوصی می‌نویسد شاعر باید مانند نقاشی باشد که تمام گل و بته و انسان و حیوان و دریا و آسمان و جنگل و کوه و صحرا را به عینها ترسیم و تصویر کند به طوری که در نظر خواننده اخلاق و آداب یک امتی مجسم شود. اما تردید ندارد
که صناعت شعر از نقاشی و موسیقی به مراتب اشرف است، چه نقاش ارتسام و تصویر صور اشیا را می نماید و صاحب موسیقی تصویر مقاصد و حالات انسان را از روی آهنگهای طبیعی می کند. اما شاعر معانی مخفیه اشیا و مقاصد خود را به واسطه صور عقلیه و مناسبات روحانی و تشبیهات طبیعی و اشارات فکری بیان می نماید. در این صورت بدیهی است که اقتدار شاعر در مقام بیان احساسات خود از نقاش و نوازنده بیشتر است، به همان درجه که تأثیر صور معانی و تشبیهات عقلیه در نفس از اشارات حسی و آهنگهای طبیعی بیشتر می باشد. از این لحاظ است که شعر فنی از حکمت بلکه طلیعه حکمت است. ضمناً از فن شعر در یونان باستان سخن می گوید. اقسام اصلی آن را می شمارد: اپیک، دراماتیک، لیریک، دیداکتیک و توضیحی درباره انواع هر کدام از آنها می دهد. خلاصش این است: هرویک، رزمنامه و احوال پهلوانان. تراژدی، داستان تعزیت شامل احوال و صفات بزرگواری و دلاوری شهدا که موجب تأثر و تهیج قلوب مردم گردد. الژی، مرثیه و نوحه. لیریک، غزل در بیان عشق و احساسات قلبی. اودی، تصنیف. فوجیتیو، اشعار قصار که شاعر حقیقتی را بگیرد و شعشعه بدهد. کور، اشعاری که چند نفر با هم بخوانند. کامدی، داستانهای خنده‌دار که اخلاق و عادات زشت ملتی را در لباس مسخره بیان کند. بورلسک، جدیات آمیخته به هزل. سیتیر، بیان اعتراضات به زبان طنز و کنایه. فیبل، قصه و افسانه. پاستورال، اشعار شبانان و دهقانان. اگلوج، شعر چوپانی به صورت مکالمه. مکتوب موزون و قطعه های شعری که با ساز و آلات موسیقی جفت گردند. علاوه بر آن انواع مزبور، اکنون فرنگیان اقسام دیگر بر آن افزودند و در هر صورت خواه فرنگیان و خواه یونانیان مقصودشان از شعر یک نتیجه طبیعی بود که اخلاق ملتی را اصلاح کند و پاره احساسات منور در ملت پدید آورد. اما شعر و شاعری در مشرق زمین صورت بدی را کسب کرده و به جای اصلاح موجب فساد اخلاق ایشان شده است. معلوم است که میرزا آقاخان هم مشرب نقادانی است که هنر شعر را مقید می‌دانند و برای شاعر رسالت و طریقیت قائل هستند. در واقع فلسفه هنر برای خاطر هنر با اندیشه‌های او جور در نمی‌آید. از این موضوع باز صحبت خواهیم کرد. اینک می‌پردازیم به مقام میرزا آقاخان در سخنوری، نظم و نثر و وجهه نظر عمومی او در فلسفه ادبیات که موضوع اصلی گفتار ماست. رابطه بین شخصیت میرزا آقاخان را با محیط اجتماعی و همچنین عوامل سازنده فکری او را به طور کلی در بخش نخستین مطالعه کردیم. در اینجا کوشش می شود شخصیت ادبی او و تأثیرش را در اجتماع بشناسیم. خاصه به تحول تفکر ادبی او در برخورد با دنیای مغرب توجه خواهیم داد. مقام ادبی میرزا آقاخان را باید در دو مرحله متمایز بررسی کرد. یکی دوره تقلید و دیگر دوره سنت شکنی و ابتکار. در دوره اول روی هم رفته روح ادبی قرن گذشته ایران در آثارش منعکس است و آن عصر رواج ادبیات به تقلید از سخنوران پیشین بود که کمتر خلاقیت داشت یا در اکثر موارد هیچ نداشت. در واقع نویسندگان و شاعرانی که پیرو سنت‌های ادبی بودند چیز با معنی معتبری به جهان هنر ایران نیفزودند مگر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که قریحه هنر آفرینش در تنوع نگارش‌ها نمایان است و در نثر کلاسیک دقیقاً به حد کمال سخندانی رسیده است. بقیه برخی از نقادان ادبی اگر مقامش در نثر از سعدی برتر نباشد کمتر از او نیست. در آن دوره تقلید خداوند نویسندگی در نظر میرزا آقاخان سعدی بود و کتاب رضوان را خود به شیوه گلستان پرداخت. در 25 سالگی به نگارش رضوان شروع کرد و به قول خودش در 1304 یعنی 34 سالگی تمام کرد. در آن سالی که رضوان مختتم شد 1304 رقم شد. اما به نظر ما هیچ منافات ندارد که بعد از این تاریخ هم پاره‌ای حکایت‌ها بر آن افزوده باشد. تأثیری که فرهنگ و تاریخ اروپا در اندیشه‌های نویسنده نمود و در بعضی از داستان‌های رضوان منعکس است مربوط به سالهای بعد از 1304 می باشد که با افکار نو آشنایی بیشتر یافته بود. می نویسد: در پرداختن رضوان یاران تشویق فراوان کردند و گفتند قدرت خامه داری و نیرنگ نامه.
کنون که فرصت گفتارت ای برادر هست، چرا به نشر بیان سخن نمی کوشی؟ زبان مترجم عقل است نزد اهل خرد، اگرچه شرط خرد هست صمت و خاموشی. گفت مزاح بگذارید که حرف نزد اصداف جوهریان جوی تیر زد، و کرم شبتاب در برابر آفتاب پرتوی نور زد. و هیهات که در چنین ملالتم مجال هیچ مقالت نیست، که نه اختر سعد دارم نی اتابک سعد. پس از دل خسته چه آید و دست بسته چه گشاید، که هیچ گونه مساعدم نیست. اصرارش ورزیدند، پس سر بر خط مطاوعت گذاشت. میگوید اوقاتی چند تلف کرده، برخی از آثار سلف و اطوار خلف و مواعظ و پند و نصایح سودمند گرد آورده، به پاره ای از عبر و امثال و قصص و اسمار و سیرت ملوک و سیر اهل سلوک و اخلاق درویشان و معاصر ایشان برآمیختم، و بندی از مفردات سخن را به شطری از سیاسات کهن توأم داشتم. و هنوز نسیم خزان وزان بود که کتاب رضوان تمام شد، و بالله توفیق و الی التکلان. حاجت به سیر باغ و گلستان نماند، از آن که رضوان من دریچه فردوس برگشاد. رضوان شامل یک دیباچه، یک مقدمه مفصل و 4 موسم به مناسبت فصول 4گانه سال و یک خاتمه است. مجموع آن حاوی 354 حکایت است که 7 حکایت آن منظوم و بقیه به نثر نوشته شده و در ضمن آنها مثنوی، قطعه، بیت و مصرع فارسی و عربی فراوان آورده است. خاتمه رضوان شامل لطیفه، حکمت، پند، اندرز، تمثیل، پلیتیک و غیره است. حکایت‌ها همگی نسبتاً کوتاه هستند، مگر 4 داستان که 3 تای آنها سرگذشت شخصی است، از جمله جدال با مدعی که عنوانش را از سعدی گرفته است و در آن ماجرای مشاجره خود را با مدعی در مبحث فلسفی جبر و اختیار شرح می‌دهد. دعوای آنان بالا می‌گیرد و به داوری سراغ شیخ الرئیس ابوالحسن میرزای قاجار می‌روند. 4مین حکایت بلند رضوان در احوال جوان اتریشی است و چنین می‌نماید که در این حکایت خواسته است حقیقت و مجاز را به هم بیامیزد. از لحاظ معنی و فکر نخبه فصول رضوان در سیرت بزرگان و آداب ملوک است و گویا به اخلاق الاشراف عبید زاکانی توجه داشته، هرچند اندیشه های نو هم آورده است. قطعه هایی از رضوان را در سرگذشت میرزا آقاخان آوردیم و نمونه‌ای چند از حکایت های آن را ملاحظه خواهید نمود. میگوید در نگارش رضوان از رعایت شیوه تقلید دقیقه‌ای فرو نگذاردم، حالی که از انجام آن نسخه بپرداختم خود را زایدالحد مسعود انگاشتمی، بلکه سعدی عصر پنداشتمی و این بیت همی خواندم: سعدی زمان منم به تحقیق، بگذار حدیث ما تقدم. در تقلید از شیوه گلستان و نثر تواناست و بیانش معمولاً رسا و شیوا، اما گاهی عبارات آن رسایی و انسجام ندارند، مثل اینکه سرهمبندی کرده است. مجموع حکایت‌ها را به 2 دسته میتوان تقسیم کرد. دسته اول که بیشتر رضوان را تشکیل میدهد از لحاظ مضمون و سبک در قالب نوشته‌های پیشینیان پرداخته شده، نکته‌های حکیمانه میآورد و پند و اندرز میدهد. در میان آنها حکایت‌های بیمزه هم پیدا میشود. گویی در اینجا هم از پاره حکایات گلستان تقلید نموده است. نوع دوم داستان‌هایی که شامل سرگذشت شخصی و انتقادهای اجتماعی و سیاسی و معانی ژرف فلسفی است. اندیشه های نوع غربی نیز در برخی از آنها نمایان می باشند. در اینجا از خیال بافی ها دامن فرا چیده و رئالیست است. گاهی تعبیرات تازه‌ای می آورد. در صنعت ایهام فوق‌العاده زبردست و اغلب آنها آمیخته به طنز و کنایه است. از نکوهش فرمانروایان سیه دل خودکامه و نیش زدن به روحانیان سختگیر ریاکار روگردان نیست. حتی جناب امام جمعه وقت تهران را از قلم نینداخته. تنها مجتهد فرزانه ای را که می ستاید شیخ هادی نجم آبادی است و علاوه نکته های بامغز و عبرت آوری را در احوال فردریک کبیر، بیسمارک، لویی 14 و 15 و ناپلئون اول و سوم آورده است. ضمناً در داستان دراز جوان اتریشی لغت‌های فرانسوی را با کلمات فارسی در شعر و نثر به هم آمیخته و سجع و قافیه ساخته است. این تفنن غریبش هم ماهرانه است، هم عاری از معانی بلند. چون از نگارش رضوان فارغ گشت، به قول خودش عموم ادیبان را طرز آن کتاب شیوا به غایت پسندیده و مطبوع افتاده. از هر سو تبریکم گفتند و تهنیت و تغریزم نوشتند، مگر یکی از فیلسوفان نامی
که برخلاف دیگران زبان به تعنتم باز کرد و شنعت و ملامت هم آغاز نهاد. آن فیلسوف نامی که به نامش تصریح ندارد ظاهراً جز سید جمال الدین اسدآبادی شخص دیگری نیست. میرزا آقاخان به هیچ کس به غیر از اسدآبادی آنقدر احترام نمیگذارد و در سخنانی که میآورد افکار سید جمال الدین نمایان است. از روی کمال صداقت و انصاف کلمات حکمت آیات آن دانشور آگاه را به عینها نقل می کند. می گوید در عصر ما استناد به آثار پیشینیان می کنند. ترسم اعصار بعد نیز به آثار این عصر تأسی جویند. از این قرار رو به تدنی خواهیم رفت نه به ترقی و یوم البتر خواهیم بود نه بهتر. در عهد ظلمت و جاهلیت اگر مردم به بدیهای بزرگ خو گیرند از آن متوحش نشده و شگفت نیست که نترسند. اما در عهد نورانی هر قدر هم در نیکویی‌ها کامیاب شوند جای آن است که بر خود بلرزند. انسان سوء استعمالات قدما را دیده، پس از دقت راه اصلاح آنها را کشف می کند. اما پس از چندی که بر دقت بیفزاید باز معایب آن اصلاح را خواهد دید. مونتسکیو می گوید اگر کسی از بدی بترسد از آن احتراز می کند، ولی اگر به بهتر امیدوار شود از خوبی‌ها خواهد گذشت. از زمان سامانیان تا هجوم مغول ادبیات ایران رو به ترقی داشت. پس از آن در نظم و نثر فارسی فطرتی عظیم روی داد به حدی که امروز آثار 700 سال پیش را نقطه استناد و پرنسیپ خود ساختند و حال این که اگر کسی به دیده تحقیق بنگرد همان آثار ادبیه که مسلم همگان است زیاده از حد معیوب می باشد. نهایت این است که انس مفرط ما به آثار مزبوره و بیخبری که از آیین فصاحت و طرز بلاغت به واسطه عدم پیشرفت ادبیات فارسی داریم معایب آن آثار را از نظر ما پوشیده داشته. هر ادیب فرنگی که بهترین کتب ما را مطالعه کند در هر صفحه چندین غلط و عیب از عبارات و معانی بیرون می آورد که بزرگترین ادبای ما یکی از آن چیزها را به خاطر نگذرانیده است. این ادیبان هنوز مقصد اصلی شعر و انشا را ندانسته چیست و موضوع حقیقی این فن را نشناخته کدام است و فایده طبیعی آن را نفهمیدند. در این صورت به محاسن یا معایب کلام چگونه پی تواند برد؟ اساس قدرت فضلای مشرق در این است که به واسطه استعارات مشکل و لغات دشوار کلام را از وضوح طبیعی که فایده اصلی آن است بیاندازند و تاکنون به خاطر هیچ کدام خطور نکرده که این بساط کهنه را برچیده طرحی نو بسازند. سخنان آن دانشمند گزین در میرزا آقاخان اثر کرد. میگوید پس عزم کردم که بر نسخ جدید و طرز بدیع این عصر که مشوار ادبای فرنگ است اثری ساده بنگارد و شاید نوآموزان را نمونه و سرمشقی و مدلی برای سخنسرایی به دست آید و شاهد فرنگی آداب مغرب از افق مشرقیان چهره گشاید. اما باید دانسته شود که با سید جمال الدین در سال 1310 مشهور گردید و 5-6 سال پیش از آن با تفکر ادبی اروپا و آثار نویسندگان و هوشمندان عصر روشنایی فرانسه آشنایی یافته بود و تأثیرش را در کتاب‌هایی که پیش از 1310 نگاشته می‌بینیم. به علاوه بعضی از نوشته‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده را که در واقع پیشرو نقد ادبی است و نظم و نثر فارسی را یکسره به باد انتقاد گرفته خوانده بود. اثر اندیشه‌های نویسندگان مترقی فرقه ترکان جوان عثمانی را هم در ذهن میرزا آقاخان نباید نادیده گرفت. در این شرایط تحول ژرفی در تفکر ادبی میرزا آقاخان رخ داد و تأثیر نویسندگان پیش از انقلاب فرانسه را باید نیرومندترین عوامل تحول ذهنی او دانست. پس قریحه ادبی او به راه تازه‌ای افتاد و به کار انتقاد اجتماعی و سیاسی پرداخت. مقام میرزا آقاخان در فلسفه ادبیات جدید ایران 4 جنبه اصلی و مهم دارد. اول سنت شکنی و نوخواهی، دوم تفکر رئالیسم، سوم مسئولیت اجتماعی سخنور و چهارم مقام خودش به عنوان نویسنده و شاعر انقلابی. شیوه رئالیسم درست در قالب فلسفه اصالت طبیعی یا ناتورالیسم که او از پیروان جدی آن بود می گنجد و سرسپردگی و تعهد اجتماعی سخنور با مرام زندگی و هدف سیاسی وی که انقلاب ملی بود کاملا جور در می آید. در هر دو جنبه ذهنش معطوف به مونتسکیو و روسو و ولتر بود. در احوال اجتماعی ایران مقام آن نویسندگان خاصه ولتر را در شخصیت خود مجسم و جستجو می کرد و آرزویش این بود که به سهم خود آن خدمتی را به ایران کند که آن بزرگان فکر به دنیای مغرب نمودند.
اینکه از قوه الکتریکی لیتراتور و تأثیر آن در شانژمان فوری و برپا کردن رولوسیون آزادی صحبت می‌کند، معلوم است که مؤسسان فکری انقلاب فرانسه را در خاطر دارد. در هر حال ببینیم ماهیت آن تحول در افق تفکر ادبی او چیست. طغیان میرزا آقاخان علیه سنت‌های شعر و ادب فارسی از این جهت با معنی است که خود در آن فن توانایی داشت. اغلب چنین میباشد بسیاری از پیشروان نهضت‌های فکری و نوآوران از میان همان صنفی برخاستند که روزی خود بدان سرسپرده بودند. میرزا آقاخان نیز از نویسندگان و شاعران پیشین روی برتافت و حتی خود را که زمانی مقلد آنان بود صادقانه هدف تیر ملامت و انتقاد قرار داد. تنها در ارادتش به فردوسی پایدار ماند و بس. ادبیات فارسی را از نظر سبک و موضوع و معنی مورد نقد و سنجش قرار می‌دهد. میگوید بیش از 1000 سال است ادبیات مشرق هرچه به زبان عربی بیشتر آمیخته بوده پیش اهل کمال پسندیده تر جلوه نموده است و هرچه ساده تر نوشتند وقعی به آن ننهادند و از 700 سال پیش هر کس در ایران خواسته اثری ادیبانه پدید آورد تنها طرح گلستان سعدی را پیشنهاد خود ساخته است. دانشوران همه خود را کوچک ابدالهای گلستان دانسته اقتضا به عبارات وی جستند. نگارستان جوینی، بهارستان جامی، پریشان قاآنی، نمکدان هندی و گنج شایگان همدانی همه از یک قماشند. ادبیات امروزی ما دچار چنان تنزلی است که اهل قلم پیروی آثار گذشته را افتخار می‌دانند. کاش ادیبان به همان قدر عبارات وحشی گلستان اکتفا کرده بودند و دایره پیچیدگی الفاظ را چنان وسعت نمی‌دادند که از میان آن اشکال مهیبی مانند وصاف الحضرت یمینی و دره نادره که طلسمات عجایبند بیرون آید. حد عصیانش را از کلام خودش بشنوید. میگوید ادیبان ما نه فقط در ترتیب الفاظ قاصر بودند بلکه طریق افاده مرام و طرح ایشان زیاده از حد معیوب و پریشان است. پیشینیان از برای تنبیه خوانندگان به تمثیلات ناقص قناعت جستند. میخواهی نامش را کلیله بهرام شاهی و انوار سهیلی بگذار و میخواهی نگارستان و مرزبان نامه بگوی و میخواهی گلستان و بوستان بخوان و یا میخواهی مثنوی شریف و منطق الطیر بنام. در همه اساس یکتاست و عبارات شتی. یکی خواسته در ضمن حکایات طیور و وحوش پادشاهان را نصیحت گوید و فلان درویش پنداشته که از زبان پری و سروش به ابنای ملوک قانون سلوک تواند آموخت. همه از این معنی دقیق غفلت ورزیدند که حکایت شیر و روباه تا چه مقدار مایه تنبه و غیرت وزیر و شاه تواند شد و قصه موش و خرگوش تا چه حد پایه بیداری و عبرت درویش و گدا خواهد بود. جایی که از بحر اصلاح حال و تصحیح اخلاق یک تن چندین هزار خطاب محکم با وصف تصریح و تشریح کافی نباشد، چگونه یک کتاب مبهم به طریق تلویح و تلمیح برای تربیت امتی وافی تواند گشت؟ اصلاح اخلاق یک ملت مواظبتی دائم و ممارستی شدید و تربیتی مستمر و همتی بزرگ می‌خواهد. از دو کنایت مبهم و عبارت مغلق و مثل ناقص و نصیحت موهم چه تأثیر به ظهور تواند رسید؟ با همین وجه نظر است که به موضوع کتاب رومان که از انگلیسی ترجمه شده بود مینگرد و ضمن نامه خصوصی خود میگوید این شخص که این کتاب را نوشته خواسته از احوال و اخلاق و اطوار امت ایران را از حاکم و محکوم و بزرگ و کوچک و علما و عوام و درویش و صوفی و زاهد و اصناف کار همه را در نظر خواننده مجسم دارد تا هر کس می‌خواهد بر جزئیات و دقایق اخلاق و اصطلاحات هر طبقه وقوف به هم رساند و برای اهالی ایران اسباب تنبیه و عبرت و بلکه نفرت از اخلاق فاسده خود شود و تربیت شوند. سرمشقی برای شعر و انشا از این کتاب بهتر نمی شود. لذا اگر کسی خوب بخواند و از روی آن بنویسد خیلی فایده خواهد برد. انتقادش از شاعران خیلی تندتر از آن است که درباره نویسندگان نقل کردیم. همین اندازه اعتراف دارد که در تأثیر و خلاقیت شعرای متقدم حرفی نیست و در شوخ و شنگی اشعار متأخرین نیز حرفی ندارد، اما در موضوع رابطه شعر و اجتماع سخت به آنان میتازد. به اعتراض میپرسد باید دید نهالی که شعرای ما در باغ سخنوری نشانده‌اند چه ثمر داده و چه نتیجه بخشیده است. آنچه مبالغه و اغراق گفته‌اند نتیجه اش مرکوز ساختن دروغ در طبع ساده مردم بوده است. آنچه مدح و مداهنه کرده اند اثرش تشویق وزرا و ملوک به انواع رذایل و سفاهت شده است.
آنچه عرفان و تصوف سروده‌اند ثمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر و بیار نداده است. آنچه تغزل گل و بلبل ساختند حاصلی جز فساد اخلاق جوانان نبخشوده است و آنچه هزل و مطایبه بافتند فایده ای جز رواج فسق و فجور نکرده است. همه قصاید عنصری و فرخی، اشعار عرفانی و صوفیانه لاهوتی و شیخ عراقی و مغربی، مداهنات انوری و زهیر و رشید و کمال، ابیات عاشقانه سعدی، مطایبات سوزنی و سنایی و نفس درازی های صبا و نازکبندی های شهاب و کلاه جلی علی قلی های قاآنی است که اخلاق ملتی را فاسد گردانیده و حب فضیلت را از طبع بزرگان ایران محو کرده است. قول تعالی و الشعراء یبتهم قاوون، در جمع شاعران ایران یک نفر استثناست و خدمت به ملت ایران کرد و او فردوسی پاکزاد است که همه داد و مردی و دانش بداد. تمام حمله های تند میرزا آقاخان به نویسندگان و شاعران در دو جهت می باشند، یکی در شیوه بیان و دیگر در موضوع و مقصود سخنوری. او که همه علوم و فنون را از نظرگاه رابطه آنها با اجتماع می سنجد، برای هنرمندان و سخنوران نیز طریقت و تقید مدنی قائل است. عقیده‌اش را به صور گوناگون ادا کرده است. میگوید روان آدمی دانش و بینش اوست و بدن دانش و معانی و معقولات الفاظ و عبارات و زبان است، زیرا که معانی را جز در قالب و بدن حروف و کلمات نمایش و ظهوری نیست. باز می آورد همه قدرت‌های بشر در سایه عقول مردمان است و آتش زنه نور خرد جز سخن دیگر نتواند بود. پس سخن باید علم و حکمت آموزد، قانون عدل نشر دهد، اذهان ملتی را بیدار و منور گرداند، ظلمت جهل بسوزد، عیبها را مو به مو بگوید تا قدر آدمی بیفزاید و ارزش سخن در افاده معنی است و تهیج خواطر. کلام باید زنده و زباندار باشد و به فهم نزدیک، نه معما و تاریک، ساده و روشن باشد، نه طلسم دیرگشا. و نیز باید دانست که سادگی عبارات سرچشمه زلالی است که ظلمتیان را انوار تازه میبخشد و در خاطرهای افسرده روح جدید پدید میآورد. همچنین باید آگاه بود که در ماشین افکار سخن به منزله حرارت است، هرچه قویتر اثرش بیشتر. مؤلفان ایران به جای اینکه به نگارش ساده عامیانه پر اثر در اخلاق و غیرت وطنپروری، مروت و انصاف پردازند و جوانمردی‌ها و فداکاری‌های مردم را به نظم و نسق درآورند و جانهای پژمرده و روانهای افسرده کیانی را زنده و تازه نمایند، در جمع عبارات مقلق چنان کوشیده اند که معنی از میان رفته است. از آن گذشته مردم ایران هنوز معنی شعر و شاعری را نمی‌دانند و به نیروی آن در احیای یک ملت و ارتقای افکار و القاء جرأت و دلاوری در دلها و اصلاح خلق و خوی اجتماع پی نبردند. هر شاعر گدای گرسنه اغراگوی را که سخنش پیچیده تر باشد ملک الشعرایش لقب دادند و قاآنی سفیه را که جز به الفاظ به هیچ نپرداخته او را حکیم قاآنی می‌خوانند، غافل از اینکه این متملق لوس هرزه درای شرافت مدح و وقار ستایش را به کلی برباد داده است. شعرای ما این فن شریف را وسیله گدایی و گزافه‌گویی و یاوه سرایی و حجوهای بی‌معنی بیجا قرار دادند و در واقع شاعران ایران از سگ کمتر و بیشترند. شعر که همان پوئتری باشد عبارت است از ساختن و پرداختن عبارات پرمعنی خوش اسلوب و با وضع مطلوب و مؤثر در تشریح حالت ملتی یا در تشبیه مثل واقعی. مرام و مقصود آن باید تنویر افکار و رفع خرافات و بصیر ساختن خواطر و تنبیه غافلین و عبرت و غیرت و حب وطن و ملت باشد. این کاری است که شاعران یونان و فرنگستان کرده اند و فن شعر را ترقی داده بر پایه منطق نهادند و آن است مصداق ان من الشعر الحکمه. خدمت شعرای مغرب زمین را در این باید دانست که اندیشه های بلند و گوهرهای حکمت و معرفت را از دریای دانش درآورده با عباراتی شیرین و کوتاه و روان به رشته نظم کشیده اند و یا افسانه های عامیانه و داستان های تاریخی و حقایق زشت و زیبا را در قالب‌های دلکش و مؤثر پرداختند. آن هنرمندان چون سنگ تراشان چیره دست که از سنگ اشکال منبت می تراشند از سخن آثار بزرگ پدید آوردند. همین هنر را فردوسی به کار برده و داد پوئتری داده است و نیز هومر و شکسپیر انجام دادند.
هر کس آثار آنان را بخواند صورت واقعیت‌ها و مصائب و دلاوری‌ها و حوادث را در برابر چشم خود می‌بیند. می‌نویسد مقایسه ادبیات جدید فرنگستان با آثار نفیس ادبای ایران نسبت تلگراف است به برج دودی و نور الکتریک است به چراغ موشی و راه آهن است به شتربختی و کشتی بخار است به زورق بیمهار و چاه آرتزین است به دولاب گاوکردان. در واقع همان حکایت زردوز و بوریاباف است. در این اندیشه ها سیر می کرد که در عالم نویسندگی به نگارش کتاب ریحان پرداخت و در کار شعر نامه باستان را منظوم کرد و اشعار ملی سرود. زمانه امان نداد که ریحان را به پایان برساند. طرح آن را بر 10 باب و به اصطلاح خودش 10 دریچه ریخته است. از آنچه از ریحان نوشته معلوم است که می‌خواسته پاره‌ای معانی و موضوعهای نو را به صورت قطعه‌های ادبی در بیاورد. عنوان بعضی از دریچه‌های 10 گانه آن با معنی است. این معنی بلند را که نماینده روح آزادمنشانه اوست در پایان مقدمه ریحان می‌آورد. می‌گوید امید که ارباب دانش و بینش چشم از معایب آن نپوشند و در تصحیح و اکمال مناقص این نسخه بکوشند که ترقی همیشه در سایه رد و اعتراض است، نه عفو و اغماض. در جای دیگر نیز میگوید چه هر جای آمد ترقی پدید، بود از سایه اعتراض شدید. خردمند از این گفته شادان شود، که گیتی بدین گونه بادان شود. قسمت آخر نامه باستان شامل اشعار سیاسی و ملی است. میگوید ممکن است بعضی از ادبای ایران ایراد کنند که این چه شیوه سخنسرایی و شاعری است که از دایره جمهور شاعران خارج گشته ای و سخن جدی میگویی. ره چنان رو که رهروان رفتند. جواب عرض میکنم باید درختان را از میوه شناخت و امور را از نتایج تمیز داد. همچنان که شاهنامه بزرگ حب ملیت و جنسیت و شهامت و شجاعت را در ایران القا می کند و به اصلاح اخلاق می کوشد، امیدوارم نتیجه اشعار ناچیزانه بنده حقیر هم عنقریب در عالم انسانیت معلوم و مشهود افتد و ارباب فصاحت و بلاغت بدانند آن شعری که در تحت فایده و نتیجه فلسفی نیست از قبیل لغویات و در شمار خرافات خواهد بود. و سلام. مطلبی که باقی مانده ارزشیابی و خصوصیات آثار میرزا آقاخان از نظر نقد ادبی است. در میان نویسندگان اندیشمند ایران در قرن گذشته فقط میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان هستند که آثارشان علاوه بر جنبه تفکر اجتماعی ارزش ادبی و هنری هم دارند. میرزا آقاخان نویسنده و شاعر هر دو هست و پایگاهش در نثرنویسی برتر از شاعری است. در قلمرو نویسندگی 2 شخصیت متمایز دارد. یکی این که از نظر معنی و سبک نگارش در زمره ادیبان و نثرنویسان پیشین به شمار می رود. چنان که دیدیم کتاب رضوان را به طرز حکایت پردازی های گذشته نوشته است. درباره آن سخن گفتیم و باز هم اشاره هایی خواهیم نمود. شخصیت دیگر او نویسنده سیاسی و اجتماعی است. در این فن در واقع عنوان مقاله نویس یا مقام نویس به مفهوم ایسئیست را دارد و مقالات خطابی او همانند معنی ایسی را میرساند. از مجموع آثارش که به دست ما رسیده 100 خطاب، 72 ملت، انشالله ماشالله و مقالات منتشره در روزنامه اختر را که به صورت مقاله نگاشته است باید نام برد. به رمان تاریخی نیز توجه داشته و چند فصل از رمان معروف تلماک را به نثر ادیبانه به فارسی برگردانده است. گفتند که خودش هم رمان تاریخی پرداخته است. از آن گذشته در 3 مکتوب داستان سوسمار و دوله را به صورت نمایشنامه ساخته است، اما در این کار مهارت فنی ندارد. آثار تاریخی و فلسفی میرزا آقاخان نیز خالی از ارزش ادبی نیستند. خاصه کتاب‌های تکوین و تشریع و 8 بهشت و حکمت نظری از جمله آثار فلسفی می باشند که به نثر شیوایی تحریر یافتند. البته در مورد 8 بهشت و شاید حکمت نظری سهم شیخ احمد روحی را که ادیبی فاضل بود نباید نادیده گرفت. در تاریخ ادبیات جدید ایران میرزا آقاخان را برجسته ترین نویسندگان اجتماعی در سده گذشته و یگانه نویسنده و شاعر انقلابی پیش از نهضت مشروطیت می‌دانیم. صاحب قریحه‌ای است هنرآفرین، بیانش روشن و رساست و خیالانگیز و گیرا و در وصف فوق‌العاده توانا. خاصه در مجسم کردن صحنه‌های حزن انگیز قلمی موشکاف و مهیج دارد. بهترین نمونه‌های آن داستان کشت و کشتار بابیان و سرگذشت آوارگی خود اوست.
در انتقاد اجتماعی و دست‌انداختن خرافات دینی همان طنز ولتر را پیشه دارد که به او ارادت می‌جسته و در حکایت‌های کنایه آمیز رضوان خامه نیشدار عبید زاکانی را به کار برده است. حتی گاه وسط بحث در مسائل جدی از طنز دست بر نمی‌دارد. مثلا ضمن تشریح دستگاه مغز آدمی و تأثیر مواد مخدر در اعصاب دماغی می‌نویسد: اگر افکار یک آدم حشیشی را در شبانه روز بنویسند از یک کتاب روضة الصفا بیشتر خواهد شد. اما هزل و مطایبه هیچ ندارد، چه با روحش بیگانه است و با هدفش در سخنوری سازگار نیست. حالت روانی غمزده و بیقرارش گاهی نمایان می‌گردد. در انتقادهای سیاسی و اجتماعی قلم را رها می‌کند و سخن سخت و درشت می‌گوید و گاه به زمین و زمان پرخاشگر است. در این موارد از لطف گفتارش می‌کاهد، اما گیرایی و انسجام کلام جرارش را از دست نمی‌دهد. تشبیه‌های تازه و بدیع کم ندارد. گاهی جناس می‌آورد و در صنعت ایهام به نازکاری‌های استادانه می‌پردازد. در انتخاب فعل و صفت که روح جمله را می‌سازند بسیار هنرمند است و در ادای یک مطلب به صور گوناگون چیره دست، اما گاه به روده درازی می‌رسد مثل اغلب ادیبان. لغات را خوب استخدام می‌کند و به هر شکلی که بخواهد در می‌آورد. اغلب جمله‌های بلند می‌سازد، اما گاه در یک جمله کوتاه معانی بسیاری را می‌گنجاند. گاهی که از قیدهای اجتماعی آزاد نیست، اندیشه‌اش را رندانه و زیرکانه در کلامی می‌پیچد و ادا می‌نماید. مثلا به این عبارت که پیش از این آورده شد توجه نمایید: ولتر بیدین دشمن تمام پیغمبران است و هنوز عرق دیانت من از تصدیق گفته‌های او می‌لرزد. یا اینکه جای دیگر می‌نویسد: من که نویسنده این کتابم مسلمانم و صاحب عرف اسلامم، از تکفیر علما به زحمت صرف نظر کرده ولی از تحقیرشان چشم نپوشیدم. در لغت فارسی و عربی تسلط دارد. الفاظ فارسی کهنه و نو هر دو را به کار میبرد و اصطلاحات محلی کرمانی در نوشته‌هایش دیده می شود و از استعمال کلمات محاوره‌ای هم روگردان نیست. او که از اولین کسان یا شاید نخستین کسی است که به حد خود در آموختن زبان پهلوی از تحقیقات خاورشناسان بهره‌یاب گردیده، در بکار بردن لغات فارسی قدیم خاصه در نامه باستان که به شیوه فردوسی سروده اهتمام می کند. به علاوه تلفیقات شیوای خوش ترکیب می سازد و خود را پایبند آن نمی داند که در هر موردی قواعد دستور زبان را عیناً رعایت کند. نسبت به نغمه کلمات و آهنگ عبارات خیلی حساس است، اما مترادفات کلمات را زیاد و بیهوده استعمال نموده است و این یکی از بیماری‌های نوشته‌های فارسی کلاسیک است که میرزا آقاخان هم هیچ وقت از دست آن خلاص نشده است. در ریختن افکار و مفهوم‌های جدید غربی در قالب الفاظ فارسی واقعاً تواناست و اثری از ترجمه در آنها نمایان نیست. از ترکیب لغات معانی تازه‌ای را می‌آورد و اصطلاحاتی که برای نقل مفاهیم اروپایی ساخته دقیق و رسا و در پاره‌ای موارد فصیح‌تر و درست‌تر از اصطلاحاتی است که امروزه به کار می‌بریم. از استعمال الفاظ فرانسوی بدش نمی‌آید. گاهی به حکم ضرورت آورده و گاهی به کلی بی‌مورد. قضیه حذف افعال در جمله بندی دامان او را هم گرفته، هرچند موارد آن کم می‌باشد. با گذشت زمان شیوه نثر میرزا آقاخان به سادگی گراییده است، اما حوصله فارسی سرنویسی هیچ ندارد و آن را کار خنک و لغوی می‌شمارد. ایرادی که بر جلال الدین میرزای قاجار و اسماعیل خان تویسرگانی و گوهر یزدی و مانگچی پارسی میگیرد از همان رهگذر است. مینویسد: آنان به اختراع مجعولات و ساختن زبان بیمزه مهجوری به نام اینکه زبان ساده نیاکان ماست پرداختند و حال آنکه هیچ فارسی زبانی بدان سخن نگفته و ننوشته است و نیز قابل فهمانیدن معانی و علوم نیست. ای کاش مانگچی به جای این کوشش‌های بیهوده اگر هیچ کار دیگری نمیتواند از صنع و ادبیات و لغات مختلفه پارسی را از میان قبایل و دههای ایران جمع آورده به احیای آن بکوشد. اما درباره اشعار میرزا آقاخان، کاملترین مجموعه اشعارش نامه باستان معروف به سالارنامه و قسمت ضمیمه آن است که حاوی شعرهای سیاسی و ملی است. از حکایت‌های منظوم و دیگر اشعاری که ضمن کتاب رضوان سروده است پیش از این صحبت داشتیم، اما با قصیده و غزل سرایی سر و کار ندارد، چه با هدف اجتماعی او از شاعری سازگار نیست. نامه باستان را به بحر متقارب و به شیوه و الهام از فردوسی پرداخته و مقصود اصلیش اصلاح و روشن کردن پاره‌ای از نکته‌های تاریخی شاهنامه بوده است،
بر اساس تحقیقات جدید. به قول خودش غرض بود تاریخ نه شاعری. جنبه تاریخی نامه باستان بر ارزش هنری و شعری آن میچربد، هرچند وجه نظر ملی او آشکار است. هدفش در سرودن اشعار سیاسی فقط برانگیختن روح وطن پروری و هوشیاری ملی و بیداری افکار و نشر حقوق بشر است و این کار را با موفقیت انجام داده است. نمونه اشعارش را در بخش ایدئولوژی ناسیونالیسم آورده و در معانی آن بحث کرده ایم. روحش بزرگ است و به فردوسی و ناصر خسرو توجه دارد. غرض بود تاریخ نه شاعری، که طبع من از شعر باشد عری. مرا از شمار دگر کس مگیر، تو سیمرغ را همچو کرکس مگیر. مرا هست طبعی چو چرخ بلند، فشاند فروغ و رساند گزند. بیانش انقلابی است و به سخنوری خود میبالد. از تأثیر قلم سیاسی خود به خامه تیز، کلک خونریز، خامه خارشکاف، کوه آتش فشان سخن، آثار آفاق شوب وصف می کند. می گوید از سنان قلم بدوزم بلند آسمان بر زمین و از کلک آتش فشان شرار افکنم بر دل بدنشان و از نطق و خطاب کنم کوه آهن چو دریای آب و زبانم بسوزد دل آفتاب و از سخن سیل دمان آورم سوی شرق. این چند بیت را از اشعاری که در وصف قلم خود در تبعیدگاه ترابزان سروده نقل می کنیم. منم کوه آتش فشان سخن، به من تازه شد داستان کهن. از این گفتم این شعرهای بلند، که تا شاه گیرد از این نامه پند. دگر مردمان را نیازارد او، هم آیین شاهی نگه دارد او. من از بهر ترویج آیین خود، فدا کرده ام جان شیرین خود. از آن روی دادم سر خود به باد، که تا خود نباشم به بیگانه شاد. بگفتیم ما آنچه بایست گفت، بدین گونه کس در معنی نسفت. ز جان دست شستیم و گفتیم راست، که ایزد جز از راست از ما نخواست. امیدم که دارای ایران زمین، بر این نامه من کند آفرین. انتقادهای میرزا آقاخان از سنت‌های ادبی گذشته و شاعران ایران در دوره‌های بعد تأثیر داشته و بعضی از نقادان نیز بنابر سلیقه خود همان عقاید را پروراندند. از آن جمله است مرحوم کسروی که بعضی از نوشته‌های میرزا آقاخان را خوانده بود. ضمناً باید دانست میرزا آقاخان نمیگفت بیاییم و دیوانهای شعر را نابود کنیم. حرفش این بود که سبک شعر و شاعری گذشتگان دیگر به درد زمان ما و جهان متغیر نمیخورد. به این نکته نیز تا به حال بر نخورده‌اند که در میان نویسندگان سیاسی صدر مشروطیت بیش از همه میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه سور اسرافیل تحت تأثیر اندیشه‌های میرزا آقاخان بوده است. به میرزا آقاخان ارادت می‌ورزید. از همکیشان سابق او بود و از شیفتگان آثارش. روزنامه سور اسرافیل تحقیقاً با مغزترین روزنامه‌های آغاز عصر مشروطیت است. نماینده ناسیونالیسم ایرانی و نوجویی در تأسیسات مدنی بود. علاوه بر آن از پاره‌ای مباحث علوم جدید بحث می‌کند و آشکارا و دلیرانه جهل و تعصب دستگاه روحانی را از عوامل واماندگی ایران به شمار می‌آورد و نکوهش او از حکومت استبدادی جای خود دارد. در بزرگداشت ایران باستانی و همچنین در انتقاد از جهالت دینی تأثیر میرزا آقاخان در سبک گفتار و فکر سور اسرافیل کاملا نمایان است. یکی از سرمقاله‌های سور اسرافیل با این عبارت آغاز می‌شود: آیا برای کمال و ترقی بشری سرحدی است؟ آیا در مرتبه ای از مراتب کمال انسان متوقف می‌شود؟ آیا می‌توان گفت خط سیر فرزند آدم به فلان نقطه منتهی خواهد شد؟ پاسخ آن را چنین می‌آورد: موافق عقاید کهنه پرستان مملکت، یعنی آن دسته از مردم که اوهام آباء کرام خود را به هر درجه از کثافت که باشد دو دستی چسبیده و حفظ آن را از وظایف مقدسه خود می‌شمارند، نقطه عزیمت انسان چند سال پیش از یعرب ابن قحطان با تسخیر و تصرف رمه‌های گوسفند و شتر و خانه بردوشی ایلات و قبایل نواحی بین النهرین شروع شده و به کسالت، تنبلی، تنپروری و بیماری کنونی ایران منتهی می شود. مقصود قدرت کاینه از اختراع این آخرین شاهکار کارخانه هستی
خلقت اشرف مخلوقات، ایجاد مسجود ملائک فقط عرض یک جنگل هرج و مرج و یک مزبله اوهام و خرافات در نمایشگاه دنیاست. اما به عقیده آنها که به شأن و رتبه انسانیت اهمیتی می‌گذارند، برای کمال آدمیت نه عقاید سقراط، نه افکار ارسطو و نه معلومات اسپنسر و کانت سرحد نمی‌تواند شد. ترقی سیر بشری از هر مرتبه عالی و مقام منیع ممکن است و امتناع عقلی ندارد. نشر این مقاله موجب توقیف روزنامه و پوزش طلبی مدیر آن گردید. انتشار بعضی مقاله‌های سیاسی باز هم باعث توقیف و تعطیل آن شد. یک روز هم دفتر سور اسرافیل را تاراج کردند و در و پنجرش را شکستند. میرزا جهانگیرخان با استبداد قهرمانانه جنگید و مانند پیشکسوتش میرزا آقاخان سر بر این کار نهاد.